این حاکما میمدن وقتی که میخواستن برکنار بشن برای مدت کوتاهی دستور میدادن برای خودشون یک اتاقکی سمی یا عرض به خدمت شما با دیواره های کاذب. مثلا چطور دیواره های کاذب که بهتون میگم، ببینید شما اگر به یک گنج شاهی بلا فاصله رسیدید، خیلی زود رسیدید، به خودتون شک کنید و سریعا از اونجا بیاید بیرون. دفینه شاهی طوری هستش که شما در یک اتاقک فرعی قرار میگیرید. ابتدا چیزی که در کتاب ها و در عرض به خدمت شما حالا تجربه ها نشون میده و دیدیم به این صورت بوده، مخصوصا میگم در شمال کشور و مازندران، جایی که من بسیار بسیار از این علائم دیدم. شما وقتی به یک اتاقک شاهی سرداری یا وزیری میرسید، ابتدا میافتید توی اتاقک خالی، میافتید که دست راست شما دقیقا میشه دیواره‌ای که اون فرد مقبرش هست و شما فکر میکنید که اینجا چیزی نیست. وقتی مستقیم به آخر میرید میخورید به سنگچین رو